گرامی داشت نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی و خودشناسی تاریخی و افتخار ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بی‌گزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق گیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورов یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورov، نشر مختصر علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 17. بابا جان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. باب دوم. مبارزه خلق‌های آسیای میانه و مقابل استیلاگران یونانی و مقدونی. یکم، لشکرکشی اسکندر مقدونی به شرق. ترقی مقدونیه. در عصر 4 پیش از میلاد، مقدونیه که تا این وقت نسبت به یونان در سطح پست ترقیات قرار داشت، رو به رشد می آورد. شاه مقدونیه فیلقوس دو 359-336 پیش از میلاد که پدر اسکندر مقدونی بود، اصلاحات حربی گذرانیده لشکری با نظام با اصولهای نوی تکتیکی تشکیل می نماید. در نتیجه این اصلاحات اقتدار مقدونیه افزوده، حاکمیت مرکزی مستحکم می گردد و قوه های جدای خواه و مرکز گریز سرکوب می گردند. پس از این فیلقوس یک قسم مهمی یونان را تابع نموده سال 337 پیش از میلاد در کنگره کرینث حکمرانی پوره مقدونیه به یونان را اعلان می نماید. متحدشوی یونان و مقدونیه اقتدار این دولت را باز هم زیاد می نماید و باعث اعلان نمودن جنگ به مقابل دولت فارس می گردد. تا این وقت بعض شهرها و حدودهای یونانی در تصرف هخامنشی ها بود. سال 336 پیش از میلاد فیلقوس با لشکری 10,000 نفره در آسیای خرد بر ضد هخامنشی ها به محاربه آغاز می نماید. اما او در نتیجه سوءقصد از دست پاسبان خود کشته می شود. به جای فیلقوس پسر 20 سالش اسکندر به تخت می شیند. او در سرچشمه ها و اثرهای تاریخی بیشتر با نام اسکندر مقدونی و در روایت های مردمی با اسم اسکندر ذوالقرنین معلوم است. اسکندر توانست که قوه های مرکز گریز را نیست کرده در بین شهر دولت های جزیره ایلین یگانگی سیاسی را به میان آورد. او سیاست پدرش را ادامه داده به جنگ ضد هخامنشی ها آمادگی جدی گرفت. پیش از همه او به لشکر سواره برتری داده ارتش پیاده‌گرد زیج صف پره با نیزه های تیز پیکان و سپرهای تیرناگذر مسلح را تقویت داد. لشکر اسکندر دارای تکنیک معاصر حربی از جمله منجنیق‌ها و وسیله‌های خوب علاقه و تأمینات بود.
شکست دولت هخامنشی. اسکندر پیش از هجوم توسط خبرهای زیادی که به او می رسید از وضع داخلی دولت هخامنشی ها خوب باخبر بود. در آخر نیمه یکم عصر 4 پیش از میلاد وضعیت داخلی دولت هخامنشی ها خیلی نااستوار گردید. نیروهای مرکزگریز و جدایی‌خواه پرقوت شده بودند. مبارزه در بیان ساتراپ‌ها به خصوص مصر و همچنین شخصیت‌های بانفوذ دربار شدت گرفته باعث قتل و کشتار زیادی خانوادگی می شود. پس از وفات اردشیر دو، منیمان که 115 پسر داشت، یکی از پسرانش با نام اردشیر سه آخ به تخت نشست. از روی معلومات سرچشمه ها برای صاحب تخت شدن اردشیر سه تمامی پیوندان و نزدیکان خود را به قتل رسانید. برای همین او همچون خونخوارترین شاهی هخامنشی در تاریخ معروف گردیده است. کوشش های اردشیر سه برای نفوذ و یگانگی سیاسی دولت هخامنشی ها نتیجه دلخواه نداد. ابتدای حکمرانی او با جنگ های شدید در آسیای خرد و سپس جنگ طولانی به مقابل مصر گذشت. این جنگ های طولانی اقتدار دولت را سست گردانید. در تأمینات لشکر و پرنمودن خزینه دولت مشکلی ها به میان آورد. شاه حتی مجبور گردید که نگاه داشتن لشکری کرایه را در ساتراپ‌های آسیای خرد منع نماید. اما این تدبیرها نتیجه مفید ندادند و نهایت سال 338 پیش از میلاد اردشیر با امر خواجه سرای باهوی از طرف طبیبش با دادن زهر کشته شد. پس از این یک مدت در خاندان پادشاهی بی سر و سامانی به وقوع آمد. دربار شاهی را اساساً خواجه سرای باهوی سروری می نمود و با دستگیری او اول ارسس به تخت شاهی نشست، اما پس از 2 سال اول او سپس فرزندان او نیز همه به قتل رسانیده شدند. سرچشمه ها خبر می دهند که در نتیجه مبارزه های داخلی از خاندان شاهی یگان نفر زنده نماند. سپس باهوی یکی از خویشاوندان دوری ارسس را با نام دارایسه کدامان به تخت میشیناند، ولی باهوی او را نیز میخواست زهر داده کشد. شاه از این با خبر شده کاسه زهر را زوراً به خود او می نوشاند. همینطور نزاع‌های داخلی و تبدلات‌های درباری حاکمیت مرکزی شاهنشاهی را نهایت ضعیف می‌گردانند. اقتصادیات کشور نیز رو به تنزل می‌آورد. در مملکت شورش‌های پی در پی مردمی به وقوع می‌آید. در چنین وضع مرکب و بی سر و سامانی اسکندر مقدونی به مقابل هخامنشی‌ها لشکر می‌کشد. از ابتدا محاربه‌های جنگی به فایده هخامنشی‌ها نبود. در 2 محاربه کلان اول، محاربه نزد نهر گرانیک ماهی می سال 334 پیش از میلاد و شهر ایسا تیر ماه سال 333 پیش از میلاد، اسکندر 2 مراتبه به لشکر فارس ها ضربه سخت زد. در نتیجه هخامنشی ها آسیای خرد، سوریه، فلسطین، فینیقیه و مصر را از دست دادند. محاربه کلانترین 1 اکتبر سال 331 پیش از میلاد در نزد دهه گوگمیلا در شمال شرقی بین النهرین رخ داد که در آن اسکندر ارتش دارایسه را شکست سخت داد و شاه هخامنشی به طرف ملک‌های شرقی فرار نمود. پس از این لشکری مقدونی ها به هیچ مقابلت بابل، شوش، استخر و اکبتن را استیلا نموده غنیمت زیاد را به دست آورد. همینطور این جنگ یونان و فارس با غلبه اسکندر مقدونی انجام یافت. اما اسکندر با این قناعت نکرده به تعقیب دارایسه شروع نمود و به سمت شمال و شرق شاهنشاهی حرکت کرد. دارایسه که بیشتر با بی‌جرأتی و ترسویی در مأخذها یاد می شود، با فرمان ساتراپ باختر بیس که خویش خود او بود اول به زندان پرتافته شده.
سپس کشته می شود. از این استفاده نموده بس خود را با نام اردشیر پادشاه هخامنشی ها اعلان نمود و برای ادامه مبارزه به جمع آوری قوه مشغول شد. محاربه ها در دمگه آسیای میانه. باباجان غفورов تأکید می نمایند که موافق معلومات سرچشمه ها بس پیش از همه برای قانونی نمودن حاکمیت خود کوشش نموده وعده می دهد که به جنگ ضد یونان و مقدونی ها سرداری می کند و مردم به این وعده او باور می کنند. سپس او به جمع آوری لشکر و اسلحه مشغول می گردد. رضایتی به مبارزه همراه شوی بعض ساتراپ ها از جمله ولایت آریا امروزه ولایت هرات و قوم‌های صحرانشین را به دست می آورد. تا اندازه یک نوع اتفاق ساتراپ‌ها تشکیل می گردد، اما نابسته از این اون نتوانست جانبداری تمامی طبقه های اهالی را به دست آورد. سبب آن را بسیاری ها در عنوان پادشاه هخامنشی را گرفتن بس می بینند. یونان و مقدونی ها که با سرعت به طرف ملک های شرقی حرکت می نمودند، بعد محاربه گوگمیل بار اول به مقاومت سخت دچار آمدند. پیش از همه دسته های حربی آریایی ها با سرداری ستیبرزن زیاده از یک ماه به پیشروی ارتش یونان و مقدونی مانع شدند. بعداً دسته سرشمار سواره ستیبرزن به قوه های بس همراه می شود. اسکندر امیدوار نبود که به چنین مقاومت دچار می آید. دوام زیاده از یک ماه توانست ولایت های جنوبی افغانستان امروزه را ضبط نموده توسط عقبه هندوکوش به سمت شمال حرکت نماید. در دشت های شمال افغانستان امروزه لشکر یونان و مقدونی به قوه های اساسی بس برخوردند. طبق معلومات مؤلفان یونانی بس تخمیناً 7 یا 8 هزار باختری های مسلح و چند دسته دیگر سربازان را در اختیار داشت. اما بس برابر این ستیبرزن را با 2000 لشکری سواره با مقصد جلب یک قسم لشکر اسکندر به آریا فرستاد. در اینجا مردم آریایی به ضد یونانی ها شورش برداشتند. این حادثه ها اسکندر را مجبور نمودند که یک قسم لشکرش را برای پخش این مقاومت فرستاند. نابسته از این لشکر اسکندر از قوه های بس زیادتر بودند و بس مجبور شد به ساحل راست دریای آمو یعنی باختر آسیای میانه عقیب نشیند. هرچند دایر به این عمل بس ماهیت و عاقبت‌های آن در ادبیات علمی اندیشه‌های گوناگون جای دارند، باباجان غفورov تأکید می‌نمایند که کارهای کرده بس دارای اهمیت نهایت پیشقدمانه بودند، زیرا محض همین مقاومت و مبارزه تشکیل نموده بس حمله لشکر یونان و مقدونی را به آسیای میانه یک چند ماه و شاید نیم سال به تأخیر پرداخت. اینچنین لشکر اسکندر در نتیجه این مقاومت تلفات زیاد داده تا اندازه ضعیف گردید. تشکیل مبارزه اتفاق ساتراپی ها حقیقتاً ابتدای آن مبارزه پروسعت مردمی بود که در سرزمین آسیای میانه بر ضد استیلاگران یونان و مقدونی به میان آمد. دوم، مبارزه خلق‌های آسیای میانه با قشون یونان و مقدونی. قوه‌های حربی و هنری جنگی خلق‌های آسیای میانه. حدود آسیای میانه پره به هیئت دولت هخامنشی ها وارد نبود.
بعضی از ولایت‌های آن مستقل بودند و آنها را حاکمان صاحب اختیار و پیشوایان قبیله‌ها سروری می‌نمودند. ساکنان آسیای میانه دارای قوه خوبی حربی، سلاح و سابقه جنگی بودند. کمبودی اساسی آنها در متحدی و به یک مرکز تابع نبودن آنها بود. استحصال سلاح جنگی در آسیای میانه در عصر 4 پیش از میلاد خیلی رونق یافته بود. سربازان بیشتر خنجر و شمشیرهای آهنی و بعضاً برنجی با نقش و نگار زیبا آرا یافته را استفاده می بردند. خنجر را کرتا یا بعضاً اکیناک می نامیدند و آن را به پهلوی راست می آویختند. شمشیرهای آسیایی میانگی خیلی کلان بودند تا 1.12 متر درازی داشتند. در محاربه های جنگی سگریس، تبر جنگی نیز به طور وسیع استفاده می شد. باستانشناسان از گورخانه های قدیمه پامیر تبرهای جنگی یکدمه و دودمه را پیدا نمودند. مؤلفان یونانی هرودوت و استرابان خبر می دهند که سیقیره های مسگیت ها میسی بودند. سلاح مهم دیگر ارشتی، نیزه های دراز با پیکان های برنجی یا آهنی بود. برای همین هرودوت مسگیت ها را نیزه‌داران نامیده است. غیر از این همچون اسلحه دورزن کمان استفاده می شد. کمانسازی در آسیای میانه هنوز در میانه های هزاره 1 پیش از میلاد معمول بود. بیشتر کمانی به اصطلاح سکیفی استفاده می شد. باز همان مؤلفان یونانی دایر به یک چند نوعی کمان آسیای میانگی خبر می دهند. هنگام ساختن کمانهای سعودی، پارتی و خوارزمی بیشتر نی را استفاده می بردند. سکایه ها و مسگیت ها در سرچشمه های تاریخی همچون کمان انداز و کمان اندازان سواره یاد شدند. در سرچشمه های یونانی تاکید می شود که سربازان آسیای میانگی فلخمان پرانانی ماهر نیز بودند. لباس های جنگی نیز گوناگون بودند. مؤلفان یونانی نوشتند که سربازان خود را با جوشن محافظت می کردند. مردم صحرانشین از ورقه آهن برای خود زره می ساختند یا در وقت جنگ خود را با زره های فلزی تماما می پوشانیدند. در سر کلاه خود داشتند و سپرهای گوناگون حجم و گوناگون شکل را برای محافظت استفاده می کردند. مسگیت ها حتی اسب های خود را با برگستوان محافظت می کردند. اساساً اسباب محافظتی اسب همچون اختراع مهمی جنگی در آسیای میانه پیدا شده. بعداً به غرب به ایران هخامنشی، جنوب به هندوستان، به شرق به خیتای پهن گردیده است. این چنین در آسیای میانه دوچرخه های جنگی هم به طور وسیع استفاده می شدند. هنر استحکام سازی در آسیای میانه آخرهای عصر برنجی پیدا شده است و تا آغاز اصطلاح آسیای میانه از طرف یونان و مقدونی ها شهرهای اینجا دارای انشاءاتهای بزرگ و مستحکمی مدافعوی بودند. شهرها را با قلعه های بلند احاطه کرده در دیوارهای آن مناره ها و ترقیش ها ساخته شده بودند. لشکر وابسته به نوع گروه بندی می شد. هر یک قسم لشکر علاهیده صف می آراست. تاکتیکی معین جنگی وجود داشت. لشکری سواره تیز حرکت بیشتر استفاده می گردید و در حالتهای حل کننده نیروی احتیاطی به میدان حرب در آورده می شد. دایر به هنری جنگی خلقهای آسیای میانه مخصوصاً سکایه ها سرچشمه های یونانی معلومات زیاد می دهند. اسکندر مقدونی بارها هنری بلندی حربی ساکنان آسیای میانه را تاکید نموده است. در محاربه گوگمیلا اسکران سواره سکایی و باختری نیروی پیشاهنگ اسکندر را شکست داده به فرار مجبور نموده بودند. عموماً به اندیشه محققان هنری حربی خلقهای آسیای میانه در دوره استیلای یونان و مقدونی ها را با 4 خصوصیت میتوان تصویر نمود.
یکم، سلاح حربی آسیای میانه به درجه نسبت به زمان خود بلند رسیده بود و از بعض جهتها حتی از یراق و اسلحه لشکر یونان و مقدونی برتری هم داشت. دوم، لشکر آسیای میانه اصولهای گوناگون تکتیکی هجوم و مدافع را به کار می بردند. سوم، سرداران و سربازان آسیای میانگی در جنگ‌های هخامنشی‌ها بر ضد یونانی‌ها از جمله در محاربه‌های ضد اسکندر مقدونی بیرون از حدود آسیای میانه اشتراک داشتند و از سلاح و اصولهای تکتیکی هخامنشی‌ها و هم یونان و مقدونی‌ها خیلی خوب آگاه بودند. چهارم، اقتدار حربی خلق‌های آسیای میانه در عصرهای 6-4 پیش از میلاد بسیار بلند بود که این در مبارزه آنها به مقابل استیلاگران اجنبی عامل نهایت مهم بود. باباجان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار 17. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چی جایگاهی مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.